بعدی چه؟ قربان شما. خدا خدا. بله. الو حاج خانم، یه صحبتی داشتم. میخواستم بگم که من اگه یک چیزی پرسیدم شما جوابشو دادین، من دیگه اصلا مزاحم شما نمیشم. خب اونم اینه که حاج خانم شما کی میمیرید؟ تو چی هستی؟ من حالا یه مزاحمم. گوه خوری مزاحم بشی. سلیت پدر کرد. چی؟ گوه خوری مزاحم شی. نه الان کلومتری اطلاعات میدم، شماره رو میگیرم، الان افتاده میدم تا بیاد تو چونت بکنن. اوه نگو. در تو لنگه جنده زشت اینا نگو. پدر سخت سلیت جنده زشتم خودتی. کیر میگردی یه کیر بجور تو چونت کن. اوه آخه زشت اینا زشته. جنده برای تو زشتی که مزاحم هست. من مزاحم من 14 سالم تو مزاحم یه پسر بجور مزاحمش چونت بذاره. اوه زشت اینا نگو. جنده نگو اینا رو. نه بابا چون کست. خب بگو حالا که میمیری؟ حالا بگو. تو بمیری، تو بابا ننه خود کسته بمیری که یه جنده کمتر توی مملکت باشه. تو بمیری که یه جنده کمتر باشه. حالا میخوام ببینم تو که میمیری. بابا کسکشت بمیره. جنده برادرم میمیره. بی تربیت. جنده تو دوبیه. چونن میخندی که مزاحم بشی. الان میدم کلومتری میاد چوب تو چونن میکنه. باشه.